این تارگت است. من یه نکته بگم بچه‌ها، این تارگتی که تو سیستم خودم بود، اصلا شما اگر احراز هویت هم نکنید خب میتونید چیکار بکنید؟ اینم تست بکنید، میتونید فایل آپلود بکنید. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما میتونید فایل آپلود کنید بدون اینکه اصلا هویتی داشته باشید. خب دقیقاً الان همین کارو می‌خوایم انجام بدیم اینجا. اجازه بدید من یه اکانت اینجا بسازم اگر اذیت نکنه. خب مرسی. اینجا یوزر تست خودش گذاشته بود بنده خدا، ولی اشکال نداره. دوباره لاگین میکنیم. یه فایل آپلود میکنیم. من هیستوریمو پاک میکنم. اگر بیاد تو قسمت پروفایل اول این عکس رو باز میکنم. مرسی. این دایرکتوریشه بچه ها، نگاه بکنین. این دایرکتوریشه. خب بچه ها برداشتن زحمت کشیدن یه کارهای اینجا انجام دادن. حالا ولش کنید. یکی از دوستان احتمالا انجام داده فایل یک کارهای قبلی انجام داده، ولی ولش کنید. من میام اینجا. آره نه، چون من اینو قبلا هم لایو با بچه‌هامون داشتم تو کلاس تست نفوذمون. میام اینجا میگم آقا من میخوام این عکس رو عوض بکنم. میگه خب عکست کدومه؟ میگم عکسم اینه. خوب دقت بکنید بچه‌ها، میخوام یه چند تا نکته رو من بهتون بگم. درخواستم رو ارسال میکنم. اینجا باید یه روتی داشته باشه برای آپلود کردن فایل. این الان برای اونه بچه. حتی اگر شما گفتم اینجا توکن هم نفرستید، اینم بذارید من بردارم. اینم میخوام تو بخش آخر در مورد JWT هم یه صحبتی با هم بکنیم. اینم ورش میدانم مثلا بیخیال. و کاری که اینجا انجام میدم خوب نگاه کنید بچه ها، این بخش آخر خیلی مهمه چون کلاینت سایتی بود دیگه. می نویسم سلام، اسم فایلمو میذارم txt، ارسالش میکنم. میگه فایل آپلود شد. و اگر اینجا بچه نگاه کنید، اینجا بگم که یک .txt چی داده به من؟ اگر من بتونم اینجا PHP آپلود بکنم چه اتفاق میفته؟ اما یه نکته وجود داره. یه سری از بچه‌هام قبلا پرسیده بودن، میخوام در مورد این صحبت بکنم. بچه‌ها ببینید، شما اگر پلتفرمتون Node.js باشه نمیتونید فایل PHP آپلود بکنید. اما اگر یک کرل من اینجا بزنم -i، میگه برو به HTTPS. نگاه کنید وب سرور چی شد اینجا بچه‌ها؟ آپاچی شد. یه دقیقه نگاه کنید، میخوام یه چیز خیلی مهم بگم. دوباره میگم یه کرل بزن اینجا -i. اینجا ولی داره به من میگه اکسپرس، پس مسنجر فلان. این ولی سرورش آپاچیه. این آپاچی چرا اکسپرس، چرا آپاچی؟ میخوام بگم که ریورس پروکسی انجام شده. خب و عملا اگر من بتونم اینجا فایل PHP آپلود بکنم، این قسمتی که فایل ها داخلش وجود داره داخل هاست یه جور مثل سی پنله. بچه‌ها این بعد فکر کنم بعد یه سی پنل داشته باشه. یه دقیقه صبر کنین. /cpanel. ببینین توی سی پنل یا پلسک یا حالا پنل های مختلف شما هم PHP رو داری هم Node.js رو داری. درست شد؟ به شرط اینکه این پوشه‌ای که شما اینجا دارید میبینید توی پابلیک آندرلاین HTML سی پنل باشه. حالا میایم سنگ مفت گنجشک مفت میایم تست میکنیم ببینیم آیا هست یا نه. من میام اینجا این کارو میکنم. خوب نگاه بکنید بچه‌ها. میگم PHP رو باز بکن، پرینت کن های سیمیکالن پسوند فایلم بکن PHP و درخواست رو بفرست. خوب دقت بکن. میگه فایل آپلود شد. میگم اینجا میشه فایل یک .php رو اجرا کنی؟ میگه شرمندتم. ببین فایل آپلود شد، اما
اومده اینجا یه کدی گذاشته که این فایل PHP اجرا نمیشه. حالا یه کلک میزنیم. من چند تا میتونم بیام عقب. توی پوشه ایمیج میتونم برگردم عقب. ایمیج، asset، میخوام دونه دونه با هم ببینید. بچه بعضی از آپلودرها این مشکل رو دارن. خوب نگاه بکنید. اون کسی که اومده اینجا اینو تست کرده خب به این واقف نبوده احتمالاً. اینجا اینو برداشت. احتمالاً یه هکری بوده که می‌خواسته هک کنه. رسیده اومده همچین کدی اینجا گذاشته. کاری نداریم، حالا ولش کنید. ولی من این کارو میکنم. آیا من میتونم اینجا 2 نقطه اسلش بذارم؟ تو آپلودرها بچه اینم بعد تست بکنیم. یه 2 نقطه اسلش بذارم. درخواستمو اینو بزنیم های 2 ارسال میکنیم. به من میگه فایل آپلود شد. تو یوزر بود دیگه بچه، درسته؟ یه دونه برمیگردم عقب. توی ایمیج میگم فایل 2.php رو میشه اجرا بکنی؟ اجازه نداد. 2. ببخشید 1.php. ببخشید 1.php. اومد. بس ببین ما 2 نقطه میتونم برگردم عقب. بچه‌ها اینجا فایل منم اووررایت نشد. یه دقیقه اجازه بدید من اسم فایل رو عوض کنم. انگار یه سری از هکرها اینجا داشتن یه کارهایی انجام میدادن. 1.php ریختن. خب با این فایل ما کانفلیکت پیدا کرد. من اسمش عوض میکنم 3 تا 1 2 نقطه اسلش ایمیجز 1 دات ایمیجز. بعد احتمالاً پرمیژن آپلود رو پوش ایمیج گرفته. خب بذارید یه لول دیگه برگردیم عقب. بچه فکر کنم دیگه این دفعه پچش کرده. بذارید من مسیر اولیه میاره ولی مسیر اولیه PHP اجرا نمیشه. من دنبال چی هم؟ دنبال این مسیرم که اینجا اجراش بکنم. دقیقا حالا تست میکنیم دیگه. اینجا هم که نه. خب ببین اول این فایل وجود نداره. میگه فایل وجود نداره. خب یه دونه دیگه هم برگردیم عقب درخواستمون رو بفرستیم. احتمالاً سرورش رو پچ کرده. ببینید سرورش رو پچ کرده. asset 1 اجازه نمیده. بس است. کلا این دایرکتوری رو بسته نمیذاره و ازش استفاده بکنیم. ولی اگر دقت بکنید یه سری از دوستان اومدن اینجا گویا چیکار کردن؟ این فایل رو آپلود کردن. ببین یه هلو ورد دیگه اومد. هر دفعه میزنید یه چیزی میبینی. خب حالا کاری نداریم. ولی اگر این فایل خدمتتون عرض کنم میتونستیم آپلودش بکنیم، اینجا بسته الان و اجازه دیگه نمیده. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه احتمالاً پرمیژن اون فایل رو بسته و من دیگه نمیتونم این فایل رو اینجا آپلود بکنم. مسیر اصلی من چی بود؟ می‌خواستم اینو بهتون بگم. مسیر اصلی من اینجا بود 1 2 3. من 3 تا زدم که بیام تو روت و اینجا 2 تا میزنم و متاسفانه فایلم اووررایت نمیشه که بگیم اووررایت. پرمیژن این فایل رو متاسفانه گرفته. و اگر این فایل اینجا آپلود میشد میتونستیم شل بگیریم. ولی خب بچه‌ها زدن ترکوندنش، اونم فهمیده اومده جلوشو بسته. اینجا دیگه فایل آپلود نشد. اشکال نداره. ولی در کل همون فایل توی اون پوشه HTML SVG میشه. ولی تو قبلا اینو خدمتتون عرض کنم لایوی که با بچه‌ها داشتیم این کارو کردیم. اینقدر که این حرکت رو زدیم بچه‌ها زدن به اون طرف فهمید اومد برطرفش کرد. ولی ببینید یه بخش دیگه هم من بگم. بس اینو جزء تستاتون قرار بدید و نگاه بکنید بچه‌ها. نگاه بکنید. قبلا میگم که یه فردی اومده اینجا، میبینید کد شل گذاشته رو سرور. میبینید این فایل رو گذاشته اینجا روی سرور و میخواسته شل بگیره. کدای خودمون بوده، حالا کار ندارم، یا بچهای خودمون بوده. بریم سراغ JWT هم با هم بررسی بکنیم. بچه‌ها JWT یا جیسون وب توکن یک مکانیزم برای احراز هویت رسته. توی رست شما میتونی هم از کوکی استفاده بکنی، هم میتونی از هدری به نام اتوریزیشن استفاده بکنید. خب
JWT. کل مکانیزم JWT چیه؟ میاد یک الگوریتم داره، یعنی یک الگوریتمی داره، یه داده ای رو شما انتخاب میکنید اینجا، یه هدری داره، یه داده ای داره و یه سیکرت کی داره. اگر من بتونم فایل های ENV، فایل های بکاپ، یه چیزی رو بتونم این سیکرت کی رو پیدا بکنم، میتونم اکانت تیک اوور بکنم. تمام، یعنی یه سیکرت کی پیدا شد، تمام، همه چیزو زدید شما. حالا بعضی موقع ممکنه اون JWT خودش چند تا آسیب پذیری داشته باشه. JWT tool یه ابزاریه که من توی سیستم خودم هم دارم. اینو کافیه گیت کلون بکنید. بذارید من برم اینجا پیداش بکنم. CD web pen CD data web، اینو بگیم CD recon CD recon tools CD JW تو ریکان نیستش، برگردم عقب. CD JW tool اینجاست. اینو من اوپنش بکنم. بچه من اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه سری از این ورد لیست ها رو اینجا گذاشتم. ببینید اینا ورد لیست هاییه که اینا یه سری ورد لیست الان با هم تستش میکنیم. شاید جواب بده، شاید جواب نده. اگه سیکرت کیش ضعیف باشه یا از این کلمات پیشورز استفاده کردن، مثلا یه همچین چیزایی خیلی موقع استفاده میکنن اینا. و اینم میاد چیکار میکنه؟ این ابزار هم میاد این CV هایی که برای JWT هست خودش تست میکنه. من برای اینکه تست بکنم چیکار باید بکنم؟ این JWT که بچه‌ها نگاه بکنید، اینو من کپی میکنم. کلدش رو اگر کپی بکنیم تا اینجا، این JWT منه. با دستور پایتون 3 JW tool اینو بهش میدم. بچه‌ها نگاه بکنید، میره برای من برمیگردونه، میگه از الگوریتم HS داره استفاده میکنه. اینجا مگه مشاهده بفرمایید الگوریتم های HS که یه سیکرت کی میخواد. الگوریتم های دیگه هم داره که مثلا RS که پابلیک کی و پرایوت کی میخواد. و خدمتتون عرض کنم داره میگه توش چیه. ببینید بچه‌ها توش اون یوزر آیدی خودمه و داره بهتون میگه که تایمش چقدره. نگاه بکنید اینجا میگه این تایم 90 روز دیگه است. این خوب نیست بچه‌ها. اکسس توکن و رفرش توکن، اکسس توکن باید تایمش پایین باشه و هر دفعه با یه رفرش توکن بیاد. حالا میخوام اینو بگم تو تستایی که ما توی سامانه‌های رست انجام میدیم، اگر من اینجا رفتم لاگ آوت زدم، خب با اون توکنی که الان داشتم تونستم دوباره پروفایلمو ببینم یا عملیات انجام بدم، از لحاظ امنیتی این مشکل داره. بعد حتما چی بشه؟ توکن از بین بره و این زمانش هم خیلی زیاده. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه، میخوام ببینم که آیا میتونم اینو کرکش بکنم، میتونم سیکرت کی رو به دست بیارم. و خدمتتون عرض کنم که اینو وارد میکنم، یه داش سی بزرگ، یه داش سی بزرگ یعنی کرک کن، داش دی هم ورد لیست همه. میگم این دوتا فایلا بودن دیگه، درست شد. اینو بهش بدیم ببینیم که میتونه برام چیز بکنه. بچه نگاه کنید پیدا کرد. نگاه کنید my ultra secret and ultra and long secret. این جی سیکرت چیه؟ JWT هست. یعنی چی؟ یعنی الان ببینید چیکار میتونم بکنم. نگاه بکنید. بذارید یه اند پوینت من پیدا بکنم اینجا براتون. این آدمی زادم بخواه اند پوینت هم ندارن که چه اند پوینتی من اینجا پیدا بکنم که چیز باشه. سوکت آیوش که کلن اصلا امن نیست. چی رو پیدا بکنیم که توکنش درست باشه. نکته ای که میخوام خدمتون عرض بکنم، لاگینه توش چه خبره؟ این که لاگینشه، این که ثبت نامشه، این لاگ اوتشه. بذارید دقیقه به لاگ اوت درخواست بزنیم.
اینم ریست کردن پسوردشه. آپلود فایلش هم که خدا رو شکر چیزی نمیخواست. از چی داشت استفاده میکرد؟ از اکسیوس. اینجا داره؟ نه. تنها چیزی که فکر کنم لاگ اوتش اصلا توکن هم نمیگیره فکر کنم. واقعا الان نمیدونم چجوری تستش بکنم، ولی نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها الان خیلی راحت من میتونم بیام تو این JW نگاه بکنید. تو این JWT این پارامترها که دست نمیزنم، این مقادیر پیلوداشه. چی بود مقادیر پیلوداش؟ اینا بودن، نگاه بکنید. آیدی که همون یوزر آیدی است. من اینجا خودم درستش بکنم. آیدی الان خیلی راحت میتونم یه یوزر آیدی درست بکنم. یوزر آیدی مثال اینجا مقدارشو بزنم، الکی گذاشتم تست. بعد نگاه بکنید تاریخ ساختش و تاریخ اکسپایر. بچه حالا خیلی قشنگ خنده‌دار بهتون میگم، شما میتونید این تاریخ رو عددش رو خیلی بیشتر بکنید. تایم استمپ میگم برو سال 3024 تایم استمپش رو به من بده. من این تایم استمپش رو میزنم اینجا. بچه شما نمیتونید وقتی سیکرت کی رو نداشته باشید دیتا رو دستکاری کنید. چرا؟ چون فاز قسمتش بچه سیگنیچره دیگه. این قسمت آخرش JWT این شکلیه. یه قسمتی داره به نام هدر نقطه دیتا نقطه اون سیگنیچری که اینجا وجود داره. این سیگنیچری که اینجا داره به شما میگه. این سیگنیچر کی به وجود میاد؟ زمانی که شما سیکرت کی داشته باشید. الان من سیکرت کی رو پیدا کردم. اوکی این سیکرت کی این سایته. الان یوزر آیدی رو میکنم تست. خوب نگاه بکنید. بعد این دیتا رو بهش میدم. الان من میتونم اکانت تیک اوور کنم. هر جایی که بخوام با هر کاربری که بخوام، فقط کافی یوزر آیدیش رو پیدا بکنم، آیدیشو با خودم جایگزین کنم. من فقط میخوام اینو بزنم اینجا. فعلا اینو بزنم اینجا. سیکرت کی رو بچا نگاه بکنید. سیکرت کی رو بهش بدم و عرضم به خدمتون که درست الان آره عوض شد. من میخوام ببینم که این چرا اتوماتیک داره عوضش میکنه. بچه‌ها نگاه کنید این الان یه سیکرت یه JWT نگاه کنید. اگه به برنامه بدم نگاه بکنید پایتون 3 JW tool بهش بدم. بچه‌ها نگاه بکنید قبول کرد. تاریخ نگاه کنید تاریخ اکسپایرش چقدر شد و یوزر آیدی چقدر شد. الان اگر من اینو بذارم اینجا البته ممکنه اپلیکیشنش کار نکنه، ولی نگاه بکنید اگه بیام تو قسمت کوکیش بچه لوکال استوریج هم داره. نگاه بکنیم این که کپچاشه، اینم اطلاعات کاربره. بچه XSSی که پیدا کردیم میتونستیم لوکال استوریجش رو چکار کنیم؟ بخونیم و هایجک کنیم. بس این قسمت ها هم بهش دقت بکنید حتما. حالا ماهیت ما اینجا رو گفتیم، ولی اینجا رو نگاه بکنید. اگر من اینو ورش دارم و این رو قرار بدم، اینم بکنمش تست و ریلود بکنم، خدمتتون عرض کنم که
نگاه بکنید چه اتفاقی افتاد. اصلا رفت با یک یوزر دیگه لاگین کرد. نمیدونم چه بلایی سمتش اومد، ولی همچین اتفاقی افتاد. اگر من بتونم یوزر آیدی رو پیدا بکنم که میتونم اکانت تیک اوور کنم، خودم رو جای هر اکانتی بزنم. حتی ممکنه عرضم به خدمتتون که نه اطلاعات خودم آورده، نه به خاطر اینکه نتونسته بیاره. ولی در کل خدمتتون عرض کنم این ایمیل عوض شد. نه الان داره درستش کرد دوباره. نه اومدش. در کل میخوام اینو بهتون بگم، اگر شما توی JWT بر اساس این ابزار اینا آسیب پذیریایی که تو JWT هستن. نکته دوم، اگر شما بتونید سیکرت کی رو پیدا بکنید، میتونید خودتون رو به جای هر کاربری جا بزنید. که یکی از ضعفایی که این اپلیکیشن داشت این که JWTش از اون کلمات کلیدی بود، از این کلمات معمولی بود که این شکلی من الان تونستم الان بچه‌ها میتونم یوزر آیدی قبلی خودم رو بذارم. توکن من 90 روز بود، میتونم بکنمش انقدر روز. این چی میخوام بگم چه خوب چه مزیتی داره؟ مزیتش اینه که شما توکن من تا 100 سال دیگه تا 1000 سال دیگه قابل استفاده است. این از این داستان. امیدوارم که از این بخشم لذت برده باشید. خسته نباشید.